بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه. اینک با عون الله سبحانه و تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب ضررهای حزبگرایی بر امت اسلامی از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری. الله سبحانه و تعالی این کس را نگهدار باشد و در این قرآن و سنت یعنی ثابت قدم گرداند. موضوع درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ حفظه الله تعالی بعد از که آیات بسیاری را ذکر میکند از جمله می‌فرماید که یعنی چی شد است که مسلمان ها امروز ویها را الله امر فرموده است که یک تا امت شوید و اینها باشند باید که 1000 امت شوه میگویند و مخالف امر الله سبحانه و تعالی کار کرده ایستادند. الله میفرماید که شما بر اسمان الله یعنی به قرآن و سنت چنگ بزنید و پراکنده نشوید، اما این حزبی ها باشند میگویند که نه پراکنده شوید، هیچ غم ندارد. فهمیدید؟ و هکذا. مهم شیخ میفرماید الحزبية فيها إلغاء الولاء والبراء الصحيح. حزبگرایی یعنی این حزب و حزبگرایی در داخل خود لغو کردن دوستی در اسلام و بیزاری درست در اسلام نیست. یعنی اینها نمیدونن با کی باید دوست شوند و با کی باید دشمن شوند. بنابراین دوستی به دوستان الله و دشمنی به دشمنان الله این قاعده، این قانون که این یکی از مکملات توحید می باشد، یکی از عملهای می باشد که شیخ صالح الفوزان می فرماید این تابع توحید می باشد، در حزبی و حزبگرایی نیست. فهمیدید؟ بنابراین اینها را احمد دادگی باشد، فقط یعنی بدبینشون نسبتی اهل سنت و جماعت اشدیتر می باشد نظر به بدبینیشون نسبت یهود و نصرانی ها. فهمیدید؟ تمزیق للمسلمین، خب برای خاطر پاره کردن مسلمان هاست یعنی این حزب و حزبگرایی. الله سبحانه و تعالی می فرماید که ولا تکونوا من المشرکین. الله می فرماید که شما از مشرکان مباشید. من الذين فرقوا دینهم، مشرکایی که دین خود را پاره کردن، ای بدلوه و غیروه، یعنی دین الله را عوض کردن، پاره کردن، و آمنوا ببعض و کفروا ببعض، و پاره از دین ایمان آوردن و با پاره دیگر کافر شدن. بنابراین بارک الله فیکم همه قانونهای الهی را این حزبی ها قبول کردگی نیستند. طوری که برای شما گفتم که یکی از نماینده های یعنی که حزبی اخوان المسلمین آخر رئیس جمهور شد، وقتی سوالش میدهند که در قرآن یعنی که زناکار برای مثال سانسور کردن و دوز را دستش بریدن، اینا بعد چیکار میکنید؟ گفت است که این مسئله اجتهادی است. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. تمام انسان، هر یک مسلمانی که عقل و فراست دارد و اندک علم دارد از قرآن با خبر است، این سخن نمیزند، زیرا اینکه این قانون الهی است. خیر این مسئله اجتهادی است. گفته گویا که اجتهاد میکنیم، خواهیم ترمش بکنیم، خواهیم این خیل میکنیم. اینا همون نظام دموکراتی بارک الله فیکم. فهمیدید؟ این هم یکی از نظام دموکراتی را گفته شده است به نام یعنی که در نقاب اسلام پیش بردنی نظام های کفر. الله میفرماید که ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دینهم. شما از زمره مشرکان نباشید، رنگ مشرکان نشوید، کسانی که دین خود را پاره کردن در نتیجه و به پاره از دین ایمان آوردن و به پاره دیگر کافر شدن. و کانوا شیعا،
یعنی فرقا و احزابا، بعد از آن فرقه و حزب شدن. کل حزب بما لديهم فرحون، هر یک جماعی از ویها چی که خود دارد به همون داشته خود، به نظام خود، به برنامه خود شاد و خرسند می باشند. فهمیدید؟ بنابراین یعنی همون وقت یعنی که حزبی ها از ما و شما شاد و خرسند می شوند وقتی که در همین نظامشان باشیم، در حزبشان باشیم. فهمیده؟ بارک الله فیکم. این خصلتی یهود و نصرانی است که الله سبحانه و تعالی در مورد یهود و نصرانی ها میفرماید که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصرانی ها هرگز از تو و از شماهای امتی محمد صلی الله علیه وسلم راضی نمیشوند، پسندیده نمیشوند تا یعنی که ملت ایشان پیرو نشوید. فهمیده؟ بارک الله فیکم. حزبی هم همین خصلت دارن. نعم. على ما يا عباد الله تقلدون اليهود والنصارى. با کدام اساس ای بندگان الله شما تقلید یهود و نصرانی ها میکنید؟ میگو شیخ. و تتركون ما امركم الله سبحانه و تعالی، و امر الله سبحانه و تعالی را که با شما امر فرموده است امر الله را ترک میکنید. و تنصبون العداء لمن قال هذا حرام، بس شر شما یعنی که نسبت میدهید دشمنی را برای کسی که این حرام است، گفته شما را از حرام نگه میدارد. و من نصح لكم رحمة و رفقا، شما چرا دشمنی میکنید نسبت یعنی اون کسی که شما را نصیحت میکند، دلسوزی کرده، مهربانی کرده ای حزبی ها؟ چرا شما یعنی که نسبت این یعنی داعی ها، نسبت این نصیحت کننده ها چه بدبینی و عداوت میکنید؟ علامات تمسكون المساجد لمن كان في حزبكم. شما یعنی که نگه میدارید مسجد ها را فقط برای کسی که در حزب شما باشد. و تنهون عمن یقول قال الله، یعنی معنی میکنید، معقول نمیدونید کسی که قال الله گوید و قال رسوله گوید. علما هذا التضييق على السلفيين، این تضییق، این یعنی که به تنگ آوردن به مقابل اون برادرای اهل سنت و جماعت که به عقیده سلف صالح هستن، این به تنگ آوردتون یعنی که چه معنی دارد؟ و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اینها یعنی که از این اهل سنت و جماعت یعنی انتقام نگرفتن مگر به خاطر اینکه ایشان گفتن که ما ایمان آوردیم به الله پیروزمند و ستوده شده، ستایش کرده شده. خب یعنی اهل سنت و جماعت همین نگفتن دیگه، یگون چی نگفتن؟ به خاطر همین گفتشون یعنی از اینا انتقام میگیرن این حزبی ها. علامه هذا التضييق على السلفيين وهم يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، یعنی این تضییق با مقابل اهل سنت و جماعت که عقیده سلف صالح دارند، این تضییق به خاطر چیز که اینها فقط گفتن یعنی اهل سنت و جماعت گفتشون چی است؟ الله گفته است و پیغمبر گفته است. فالصوفی ینسب لهم عدا، امروز صوفیان یعنی به مقابل اهل سنت و جماعت دشمنی میکنن. و یتحزب لفکرهم ولی تصوفه، صوفی چکار مند؟ فقط یعنی که در اطراف فکر خودش، صوفیگی خودش حزب تشکیل کرده است. و رافضی ینسب لهم العداء، امروز یعنی که نسبت اهل سنت و جماعت رافضی ها دشمنی کرده سودیان. و یتحزب لفکره و رفضه، اما این حزبی ها باشند اگر جانبدار فکر همین رافضی ها می باشند. ولی اخوانی ینسب لهم العداء، امروز اخوانی ها نسبت اهل سنت و جماعت می باشند. فهمیدید؟ و یتحزب لاخوانیته و لفکره، اینا هم یعنی که در اطراف اخوانگی و یا که در اطراف فکر اخوانی ها یعنی چند جانب دارن. و هكذا سایر الفرق، و همچنین دیگر فرقه ها تنسب لهم العداء، همه فرقه ها رو میبینید که نسبت اهل سنت و جماعت عداوت دارن. كل ذلك من اجل انهم يقولون قال الله قال رسوله، همین بدبینی صوفی ها نسبت اهل سنت و جماعت، بدبینی یعنی که شیعه و رافضی ها برای اهل سنت و جماعت،
بعد بینی اخوان المسلمین نسبت اهل سنت و جماعت، بعد بینی این حزب نهضت اسلامی نسبت اهل سنت و جماعت به خاطر آن چیست. خب بعد بینی تحریر و بعد بینی یعنی که مثال گرم جماعی تبلیغ نسبت اهل سنت و جماعت به خاطر چیست؟ به خاطر آن است که اهل سنت و جماعت فقط از دهنشون میبرد که قال الله گفته است، قال رسوله پیغمبرش گفته است. فاتقوا الله یا عباد الله این الولاء للحق. از الله بترسید میفرماید شعر، ای بندگان الله در کجا ما نکنن دوستی برای حق، جانبداری حق در کجا ما. الله میفرماید در سوره توبه در آیه 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنها و مؤمنه ها پاره و ازوایه ها نسبتی دیگر پاره خود چیان؟ دوستی نزدیکن. فهمیدید؟ یعنی یا دیگرشون دستگیری میکنن در نصرت، در محبت. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان و زنان مؤمن وایها امر به معروف میکنن، امر به کارهای پسندیده میکنن، معروف میدانن وایها، و از کار منکر، از کار ناجویه منع میکنن. کاری ناجویه از چی عبارت است میدانن، دعوت به توحید میکنن، از شرک نگاه میدارن. و یقیمون الصلاة، نماز را به طور لازمی ادا میکنن. و یؤتون الزکات، زکات میدهند. و یطیعون الله و رسوله، اطاعت از الله و پیغمبرش میکنن. اولئک سیرحمهم الله، انا همین ها هستن الله سبحانه و تعالی اینها را در زیر رحمت خویش قرار میدهد. ان الله عزیز حکیم، الله پیروزمند و محکم کار است، صاحب حکمت است. انت ترغب عن هذه المحامد، و تو باشی ای حزبی و حزبگرا، یعنی این صفت های خوب، صفت هایی که مثلا باعث مدح ستایش میشه از جانب الله، این را باشه ترک میکنی. و ترغب ان تبتعد عن هذا الخیر، تو باشی ای حزب از این خیر دور میشوی. تو باشی رغبت و طمع داری که تلاش میکنی که از این خیر دور شوی. برای چی؟ من اجل العصبیه، برای خاطر همین تعصب گرایی. و من اجل ان ینصر فلان او علم، فقط برای خاطر آن تو از این خیر دور شده ایستاده. این کارهایی که باعث ستایش میشوند ای حزب ترک کرده ایستاده به خاطر یاردم دادن فلانه فلانه فلانه. فهمیده؟ برای خاطر امین است. بارک الله فیکم. بسیار حزبی ها رو میبینه برای همون راهبرشان جانفیدا هستن، برای الله و پیغمبر جانفیدا نیستن. فهمیده؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. بیادار هنگامی که تبرأ یعنی بیزاری خود را اظهار میکند، جدا می شود کسانی که اتبعوا نه و ها را پیرو شدند. من الذين اتبعوا، از پیروان خویش، یعنی راهبرهای این حزب در روز قیامت از این حزبی ها گریخته جدا می شوند. کدام و رأوا العذاب، عذاب می بینند. و تقطعت بهم الاسباب، تمام علاقه ها بینشان قطع می گردد. علاقه حزبی، دوستیشون، آشناگی و یاربازیشون همش قطع می شود. و قال الذين اتبعوا حزبها، پیروان می گویند برای همون راهبرای خودشون لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم، ای اگر برای ما یک بار دیگه به دنیا برگشتن نصیب کند، کاش نصیب میکرد. فنتبرأ منهم، ما از اینها رو میتفتیم، رو میگردانیدیم. کما تبرئوا منا کما تبرئوا منا، چه خیلی که امروز یعنی در روز قیامت این را برای ما را پرتافته رفتن،
كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. انا من طور الله سبحانه و تعالی اون اعمال پوچه که ایشان کردند در دنیا به نام حزب تشکیل کردند، به نام یعنی که به خاطر حزب گرایی و به خاطر تعصب گرایی کارهایی کردند، مجلس های گذراندند، همه عملشون الله سبحانه و تعالی نشون میدهد تا اینکه حسرت بالایشان زیاد شود، پشیمانی سخت بالایشان بیاد. و ما هم بخارجین من النار، ایشان از دوزخ خلاصی ندارند. انا عاقبت حزب گرایی. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فانتبه أيها المسلم. الله سبحانه وتعالى همین طور میگوید با دقت باش ای مسلمان، در دام حزبی ها نیفتی و در حزب باشی. الله تعالی انصاف بخشد که از حزب برای عليك بالولاء لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. به خود لازم گیر دوستی به الله، به کتاب الله، به پیغمبر الله، به مؤمنها دوستی را به خود گیر. الله می فرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آوردید، کسی از شما مرتد شود، از دین برگردد، کسی از شما از دین برگردد، به کفر برگردد، الله مردمی را می آرد که ویها را دوست می دارد و ویها باشند او را دوست می دارد. یعنی به مرتد شدن شما الله سبحانه و تعالی یک خار نمیشه، محتاج شما نیست الله سبحانه و تعالی. فهمیدید؟ انسان‌های را با می آرد که ویها را خودش دوست می دارد و ویها باشند او را دوست می دارد. اکنون شیخ می فرماید که ما صفات هؤلاء المحبوبین الی الله. اکنون این اشخاصی که در پیشگاه الله دوست داشته شده هستند، الله ایشان را دوست می داشته است و ایشان باشند الله را دوست می داشتند، چی صفت دارند؟ قال الله تعالی می فرماید که اذلة علی المؤمنین. فهمیدید؟ یعنی نسبت مؤمن ها مهربان و دلسوزند. فهمیدید؟ اذلة علی المؤمنین، نسبت مؤمن ها اینها دلسوزند. حزبی ها خیرتون نسبت مؤمن های اهل سنت و جماعت دلسوزند. فهمیدید؟ دلشان برای همینی مرتد بیشتر می سوزد نظر به دیگه شیخ های یعنی که عربستان و دیگه اهل سنت و جماعت. فهمیدید؟ الحزبیه تلغی هذا الجانب. انا من جانبه یعنی که حزبی ها لغو کرده هستند، یعنی که از چی برداشتگن نیست کردگن. جانب المحبت فی الله، کدام جانب؟ جانبی که به خاطر الله دوست داشتن نیست در حزبی ها. الا لمن کان فی صفهم، دارن محبت فقط نسبت همون کسی که در صف ویها باشد و فی حزبیم در حزبشون باشد. یحبهم و یحبونه. نگاه کنید، الله انسانهای را می آرد که وی ایشان را دوست می دارد، ایشان وی را دوست می دارند. اذلة علی المؤمنین، ویها نسبت مؤمنها مهربان دلسوزند. اعزة علی الکافرین، نسبت کافرها سخت درشت می باشند. اینها نسبت کافرها چنان ملایم و چنان رفتار خوب میکنند که خیلی بعضی همون جانبدارای حزبشان گریخته طرفای روسیه آمده در نزد کافرهای روسیه لگن بردار هستند، ملایم زیبا کردگان میزنند، اما نسبت راهبریت تاجیکستان و نسبت مسلمانی تاجیکستان درشت و رفتار رژیم میکنند. عکسی اون صفتایی که در اینجا آمده است. یجاهدون فی سبیل الله. فهمیدی؟ اون بندگانی که یا که بگیم اون مردمی که الله سبحانه و تعالی ویها را می آرد و ویها را دوست می دارد و ویها باشند الله را دوست می دارند، در راه الله جهاد میکنند، جان سپاری میکنند.
ولا یخافون لومت لائم، از ملامت کننده نمیترسند. رنگی این حزبی ها درویگی نمیکنند، رنگی بعضی ملاها درویگی ندارند، از ملامت کننده نمیترسند، حق میگویند با حکمت. فهمیده؟ بارک الله فیکم. و یقول الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در کتاب کریمش میفرماید: والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. کافرها بعضهم اولیاء بعض، و یا دوست یکدیگرند. هیچ وقت با تو ای حزب کافرها دوست نمیشن. الا تفعلوه ای موالات المؤمنین و مقاطعة الکافرین. اگر شما هم گفتی الله را نکنید ای حزبی ها، یعنی دوستی به مؤمن ها و بدبینی از کافرها جدا شدن، اگر همین کار نکنید، تکون فتنه فی الارض، در روز زمین فتنه می شود. یعنی در روی زمین مؤمن ها با کافرها بینشون اختلاط پیدا می شود. و فساد کبیر، یک فسادی بزرگی در روی زمین روی می دهد، هم در دین و هم در دنیا و آخرت ویران می شود. دنیا و دین ویران می شود. شیخ می فرماید: لقد رأینا والله الفتنة والفساد الكبير. واقعا ما خودم دیده هستیم، قسم با الله، فتنه ها را و فسادی کلان ما خودمون با چشم دیده هستیم. الموظف الاخوانی، کارمند اخوانی، فهمیدید؟ یک کارمند در دولت کار میکند، در تماشا کار میکند، در یک جور کار میکند، یک اخوانی. ان جاءت معامله للسنی نحا، مینت یک معامله آمده شده از یک کار روبرو شده است که این به سنی داخل است، یعنی به اهل سنت، اون کارش کار میکند برطرف میکند، قبول نمیکند، دنیای عیب بارش میکند. یعنی یکم سنی به دیگه تعبیر یک کار افتیده شود دیگه تمام قبولش میکند. و ذلك الموظف الرافضی ان جاءت معامله للحزبی او معامله الاخوانی، یا که میشه همون موظف رافضی، جاءت معامله للحزبی، یک معامله طور شود که مثال گیریم برای حزبی، یا که معامله با اخوانی، او لسنی او لغیره ممن لا یرضى، بیند که یعنی که پسندیدی او نیستی، نحا او را برطرف میکنه. وذلك الموظف الصوفي ان جاءت معامله لمن لم يكن معه نحا، اگر مو کارمند صوفی باشد، خلاصه یک معامله کاری افتاد که همراه اون نیست، یعنی که در صوفیگی او طور نمیگیرد، برطرفش میکند. یعنی هر یک فرقه های گمراه اگر بیند که کدام انسان به نزد او بیاد کار افتیده شود که به صوفیگی او، به عقیدی او، به رافضیگی او طوری نگیرد، او را برطرف میکند. کل واحد یخدم فکره، هر کدام از ویها خادم فکر خود می باشد، غلام فکر خود می باشد. ولا یخدمون الدین الحق، دین حق خدمت نمی کنه اینها، خدمتا صحیحه، خدمت هم کنن و خدمت درست نیست. کما اراد الله سبحانه و تعالی، که الله خواهد، الله میخواد این یعنی که خدمت نمی کنه اینها. و حتی ایضا لا یخدمون الشعب کما یقول، حتی خدمتی خلق هم نمی کنن، چه که میگوین که گواه که اینا خادمان خلق باشن. و انسان حکومی، و به طور خود یک انسان حکومت هم کار میکردگی است. حکومی اذا دخلت علیه فکرت التحزب خرب، بنابراین کدام حکومت داره که فکر حزبگرایی در او داخل شده باشد خراب میشد. فهمیدید؟ ما یصیر حاکما کما اراد الله، و حاکم شده نمیتواند خیلی که الله میخواهد.
یسیر حاکما کما ارادت الحزبیه، یک حاکمی میشود که خیلی کنمون حزبگرایی حزب میخواد نمیخواد. الا من رحم الله عز وجل، مگر کسی که الله سبحانه و تعالی در زیر رحمتی خیش قرار داده باشد و یعنی که این خیلی نکردنش میگه. فالحزبیه ضد ما اراد الله سبحانه و تعالی لعباده، بنابراین حزبگرایی این ضدی آن چیزی که الله نسبت بندگانش میخواهد. ففي الصحيحين عن النعمان وهو النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، در هر دو صحیح آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: مثل المؤمنین في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماد، معنای حدیث پیغمبر، صفت مؤمن ها در مسئله دوستی بین یکدیگر، رحم و شفقتی بین یکدیگر، مهربانی دلسوزی بین یکدیگر به مانند یک جسد می باشند. وقتی که از جسد یگون عضو ناراحت شود، دیگر عضوها ناراحت شدن میگیرند، به بیدارخوابی و به تسب و به حرارت و ناراحتی. فهمیدید؟ امروز در دماج برادران اهل سنت و جماعت در عذاب و مشقت، تمام مؤمن ها که اهل سنت و جماعت هم باید که ناراحت باشند. سبحان الله، امروز با بعضی برادرها نامه میفرستیم که در همونجا دعا کنید در حق برادرای اهل سنت و جماعت. شیعه و رافضی های بدبخت، رافضی های لعین، رافضی های کافر، یعنی که بیرحم کرده سودیان، ناحقی کرده سودیان، در حق برادرها دعا کنیم. میگیم بعضی مسلمان ها خبردار نیستن، حتی اهل سنت و جماعت خبردار نیستن، حتی نمیدونن که با دماج گفتگی جا هست. لا حول ولا قوة الا بالله. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سخنی پیغمبر بینید میفرماید، معنای حدیث پیغمبر. کسی از مؤمن غم از غم دنیا را برطرف کند، الله سبحانه و تعالی غم از غمهای روز قیامت را از وی برطرف خواهد کرد. الحزبیه ضد ذلك، حزب ضد این است. ینفس عن حزبه، فقط غم را از همون حزب خودش دور میکند. و صاحب حزبه، و از همون صاحب حزبش. ما هو عن سائر المؤمنین، نه از یعنی که دیگر مؤمنان. لا هذا من فرقتی کذا، نه از یعنی دیگر فرقه، فقط همون فرقی خودش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: و من ستر مسلما ستره الله، کسی یک مسلمان عیبش پوشاند، الله او را می پوشاند. و من یسر علی معسر یسر الله علیه، کسی آسان گرداند یک مشکل افتاده را، الله مشکلی او را آسان میکند. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله در یاردمی بندش است تا آندمی که بنده در یاردمی برادری مسلمانش است. والله سبحانه و تعالی یقول، الله سبحانه و تعالی فرموده در سوره حجرات در آیه 10: انما المؤمنون اخوه، مؤمنهای واقعی برادرند. فاصلحوا بین اخویکم، بنابراین میان برادراتون اصلاح کنید، درست کنید. اما بعضی کسا بین برادرها فتنه، دسیسه، با خصوصا اگر در مدینه از طالب علم های احمق مدینه باشد، چیکار میکند؟ بین برادرهایی که حال و طالب علم کنه، فتنه، دسیسه، دماج نروید، گوش نکنید، فتنه. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماد که فاصلحوا بین اخویکم،
بین برادرهاتون اصلاح کنید. فهمیدید؟ این حدیث هایی که میخوانن اینها بارک الله فیکم در نوع زبانشون هست. طالب علمایی که خصوصا در مدینه هستن، خصوصا همه نه ان شاء الله، بعضی ان شاء الله هستن این کسانی که ماشاءالله الله سبحانه و تعالی برایش انصاف بخشیده است. فهمیده؟ یعنی یک دو حدیث خوانده شو با همون حدیث هم حتی عمل، یعنی که برای خاطر حقیقت فهمیدن بارک الله فیکم، برای خاطر یعنی که مثال سیار از سفید فرق کفایت میکنند. یک حدیثی مثال 40 النوویه چه الحدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که از ابو هریره روایت میکنه، حدیث مسلم بخاری روایت کرده، بخاری مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. کسی ایمانی به الله، ایمانی به روز آخر دارد، خیر گوید. خیر گو، مدینه دستی خیر گبزن. نمیدونی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو واریم بی سواده، تو واری انسانی که از خیر بی خبر هستی، نمیدونی در کجا علم است و در کجا بدعت است، در کجا احیای سنت است نمیدونی. گفت است که لیسمت، سکوت کن، خاموش است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اسلام اون انسان زیبا است که با او دخل دار نبودگی چیز ترک میکند. چرا تو دخالت میکنی بین شیخان در داخل میشوی؟ نزد فلاننده نخواند، نزد فلاننده خواند. تو از کجا میفهمی؟ در نزد علمای کبار خواند، در نزد علمای کبار خواندن در کار است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ در نزد علمای کبار انده حیات گذراندن در یک جا آمدگی نیست. فهمیدید؟ 13 سال در مصر ایستاده است، 13 سال مرکز خونده است. فهمیدید؟ انا طلبای مدینه طرفدارش میکنم، با میگم که 13 سال این تحصیل علم کرد. تحصیل علم در نزد که کرد، نزد دو سه اهل بدعت کرده است و مرکز خوانده است. و تمام مرکزها از حزب و حزبگرایی خالی نیستن. تمام مرکزهای مصر آلوده حزب هستن. بارک الله فیکم. آلوده بدعت هستن، خرافات. یکون مرکزی حلال ندارد. در کجا میموند این حدیث های پیغمبر صلی الله علیه وسلم که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت؟ چرا بالخصوص طالب علم هستی، چرا طالب علم رو بدنام میکنی؟ در نزد علمای کبار خوانید. میگوین که در مثل در نزد فلانی نخوانید، در نزد مادرش خوانده است، نزد مادرش خوانده است. تو خودت دیدی همون شیخ نه؟ در صحبتش شستی؟ نه. لا حول ولا قوة الا بالله. اگر تو در صحبتی همین شیخی که تو یعنی که اتهام کردی شدی در نزد مادرش خوانده است، اگر در صحبتش میشستی بارک الله فیکم و میدونستی که در تاجیکستان معلوم میشد که مادامی که این شخص از مادرش چنین علم گرفتگی باشد بارک الله فیکم، در تاجیکستان یگان مرد نبود است که علم داشته باشه رنگ مادری همون. فهمیده؟ اگر مادرهای ما و شما هم بارک الله فیکم چنین علمی داشتن و چنین یعنی که اخلاقی پسندیده و چنین علم نائل میشنه، ولی متاسفانه نه مادرهای ما و شما، حتی علمای نداریم ما و شما که حتی طالب علم هم نداریم که رنگی یعنی که 10 حصه علم این شخصی بزرگ داشته باشه، شیخ محمد ابراهیم حفظه الله تعالی. فهمیده؟ امروز مدعی ها بالخصوص طالب علمای خوجم در تاجیکستان مردمی دسیسه بین طالب علم ها، بین یعنی که مردمی تاجیک زبان دسیسه فتنه بین شیخ ها، خبر برو خبر بیا نزد فلان خانه و فلان نه، غلام های روسیه، لگن بردارهایی که در دور کمونیستی بودن، فهمیدید؟ لگن بردارهای روسیه
اگر مردم خود جمع باشن بارک الله فیکم الا من رحمه الله، نه همه. خیلی که در مردم لیبیا بین شیخا دسیسه بازی. شیخ یحیی چی خلاص، شیخ حجوری چی خلاص، چیکار کرد؟ فهمیدی؟ چنین مو شیخ یحیی خدمت کنه و نه چنین همون از 100 حصه خدمت شیخ یحیی حفظه الله تعالی یک حصه شکن. امروز جهاد کرده است. تو نه طالب علم هستی، نه عالم هستی، نه هیچی هستی، نه مجاهد هستی، هیچ چیز نیستی. پشت شیخ یحیی گپ میزنی. تو میده. یک شاعر گفته است که قد افلح الساکت الصموت كلامه قد يعد قوت ما كل نطق له جواب ما يكره السكوت وعجبا لامرئ ظلوم مستيقن انه يموت. فهمیدید؟ همین خاموشی، پشت خاموشی شخصی خاموش بعضا رستگار میشد. گپ زدن بعضا انسان قوت میبخشد. تو یک گپ بزن که یک قوت باشد، یک خوراک باشد، یک غذا باشد، غذای معنوی باشد. نه هر یک حرف جواب دارد. جواب یک چیزی که ناخوش است سکوت است. تعجب به حال اون انسان ظالم که در حق خودش ظلم میکند، در حق ملتش ظلم میکند، در حق اسلام ظلم میکند، در حق شیخا ظلم میکند. مو میداند که میمیرد. پگه روز قیامت انده چی میشود که اگر شیخ یحیی را از زمره انشاءالله علما محدثان میخواند، تو را از میخیزاند، تو را از کدام قطار نمیترسی که از قطار در قطار ابو جهل نخیزاند؟ تو را نمیترسی؟ اینه حول ولا قوة الا بالله. غیبت حرام است بارک الله فیکم، ولی غیبت یک شخصی عادی، یک مسلمان قطاری اینقدر حرام باشد، بس شما چی میگید در حق عالم اسلام گپ زدن؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید که انما المؤمنون اخوه، مؤمنهای واقعی برادر یکدیگرند. فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرهاتون صلح کنید. اینو هر یک قدم از مکه مدینه را میرد، از مدینه مکه میرد، هر عالم را بیند هیچ کار ندارد. بجای اون که از توحید پرسد، از مشکلاتی، از حل مشاکلی یعنی که امت پرسد، ما رأیکم فی دم، ما رأیکم فی دم. فهمیدید؟ واتقوا الله، از الله تقوا کنید، لعلکم ترحمون، از الله تقوا کنید شما را الله رحم خوری میکند. و النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین میفرماید: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مؤمن نسبت دیگر مؤمن مانند بنا می باشد، مانند خانه می باشد که بعضیش سخت می دارد. هذه كلها ضعيفة هزيلة عند الحزبيين. همه این گفتگی ها ضعیف، سستند در نزد حزبی ها. و تکاد تكون منقرضة منصرمة. اینا قریب که تماما شکست خوردگی نیست. این مسئله نیست من واحد الى آخر، یک تا دیگر. لكن خلل عظيم حاصل فيها في هذه الجوانب عند من تحزب. در من جانب برادری یعنی که چه یک خرابی بزرگ است به عوض این در نزد هر یک حزب. انشاءالله با دوام میتیم رحمت دوام دارد. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.